دوستان سلام. یه سری ویدیو داریم آماده میکنیم برای سامانه جامعه تجارت، خیلی کوتاه چون سامانه جامعه تجارت هر روز یه داستان، یه مطلبی داره و یه شرایطی داره. به جهت اینکه افرادی که نیاز دارن بتونن پیداش بکنن و سرچ بشه کردش، ناچاریم که اینا رو کوچولو درست بکنیم چون هر کدوم بشه سرچ بکنیم. این اولیش دیگه اینطوری هم نداره. این اولیش در رابطه با اینکه کالاهامون چه تعرفه‌ای یا کالایی که میخوایم ثبت سفارش بدیم تو سامانه جامعه تجارت چجوری بدونیم که میشه باش صادرات در واردات آورد، میشه مثلا ارز گرفت، میشه مثلا نمیدونم روشایی که تو چیز وجود داره رو زد. روشا یعنی اینجا اینو نشونتون بدم. مثلا این پرونده‌های ثبت شده داره ضبط میکنه. خب ببین مثلا من الان میخوام بیام این یه دونه رو بزنم، مثلا اینا همه واردات بدون سابقه، ولی میخوام اینو بزنم بیایم اولش که میخوام متوجه بشید. ویرایش، بله، اینجا ببینید اینجا تو حالت ثبت سفارش الان این واردات بدون سابقه تا $500,000، ولی اینجا چند تا آیتم دیگه هم داره. بازشون باز نمیشه، دوست نداره باز بشه. اینجا هیچ کدام داره، نیاز تولید خود داره. اینا میخوام ببینیم که چجوری میشه اونو پیدا کرد. میایم کجا؟ میایم اینجا توی این سایت، آدرسشو براتون میذارم، پایگاه آموزش اطلاع رسانی سامانه جامعه تجارته. آدرسشو براتون میذارم توی دیسکریپشن ویدیو. میایم این پایین، اینجا رو ببینین، اینو میایم اسکرول میکنیم، این جایی که من میگم میایم. تعرفه‌های قابل استفاده از هر محل تأمین ارز. روش کلیک میکنیم، باز بعد مثلا میاد اینجا میزنم دانلودش میکنم که باز بشه، میرم روش کلیک میکنم باز بشه بچه‌ها. خب ببینید گفته این تعرفه هایی که اینجا هست این همه تعرفیه. شما میتونی این تعرفه ها رو نیما بگیری، این تعرفه ها رو میتونی از محل صادرات خود بزنی، این تعرفه ها رو از محل صادرات دیگران بزنی، این تعرفه ها رو از محل ارز خود بزنی، این تعرفه ها رو از محل ارز دیگران بزنی که هر کدوم یک تعریفی داره. من الان مثلا یک کالا تو ذهنمه، اچ کدش رو میدونم، میزنم کنترل اف 853 66 100. البته من اشتباه خوندم و گفتم بچهای تخصصکار دو رقم فاین نکست که بزنم میاره ببینیم رو کدوم یکیه. فقط روی نیماییه، یعنی رو هیچ آیتم دیگه این نمیشه برید اینو. ولی مثلا الان تعرفه هایی که اینجا هست، حالا اصلا از کجا تعرفه رو به دست بیاریم؟ یه ویدیو درست کرده بودیم برای این سایت که لینکش رو میگم بچه ها بذارن که شما بتونید ازش استفاده کنید. سامانه مقررات تجاری که اینجا تو این میشد بریم شماره تعرفه‌های پرکاربرد یک کالا یا اصطلاح مجوزهای شماره تعرفه میومدی اسم کالا تو مینوشتی تو اون ویدیو که لینکشو میذاریم میتونستی پیدا کنی. بس دیگه نگران نباشی که مثلا تعرفت ندونی چیه بخوای براش ارز بگیری یا صادرات در واردات بزنی، چون بعضی از کالاها رو فقط باید واردات در صادرات خود یا دیگران انجام بدی. لطفاً اگر از ویدیو اینطوری خوشتون اومد این زنگوله رو بزنین، مشترک بشین، اگه دوست داشتین لایک کنین. اگر تاجر رو کسی میشناسی که اینجوری قانونی داره کار میکنه این ویدیو به کارش میاد، براش بفرست. متشکرم.